Hello everyone, hope you're doing well. چالش 13 مکالمه زبان انگلیسی روز سوم. از امروز به بعد شما دیگه میتونید آدرس، تلفن همراه و ماه تولدتون رو به انگلیسی بگید. So, let's go. آدرس به انگلیسی میشه address. حالا از یکی میخوایم بپرسیم که آدرست کجاست. What is your address? What is your address? تو فارسی ما چجوری آدرس میدیم؟ از بزرگترین قسمت کشور میشه شروع میکنیم تا کوچکترین قسمت، یعنی همون پلاک. اما توی زبان انگلیسی کاملا برعکسه، یعنی ما از کوچکترین قسمت شروع میکنیم تا کشور. برای مثال آدرس خودم میخوام بگم میشه کیمیا خانی third floor یعنی طبقه سوم، number 2 یعنی شماره یا پلاک 2، لاله استریت کوچه لاله، و بعد از کوچه بزرگترین چیز مربوط میشه به خیابون. پس خیابون رو میگیم آبان الی به معنی خیابون هستش. و بعد حالا مثلا اگه بولواری هم باشه کشاورز بولوارد و حالا تهران ایران. خب حالا اگر بخوایم ترتیب آدرس دادن رو بگیم به این صورت میشه که اول نیم یا اسم شخص، بعدش طبقه یا همون فلور، مثلا طبقه اول first floor یعنی طبقه اول، طبقه دوم second floor و طبقه سوم third floor. از طبقه سوم به بعد هر عددی که میگید باید یه th بذارید. برای مثال طبقه نهم میشه ninth floor. اوکی، بعد از طبقه هم میشه کوچه، بعد از کوچه خیابون یا همون alley، بعدش هم اگر بولواری باشه بولوارد، و بعد سیتی شهر، و در آخر هم کشور یا همون country. آیتم بعدی راجع به شماره تماستون هستش. ازتون میپرسن که شماره تماستون چیه؟ What is your phone number؟ این نکته رو بگم که برای شماره تماس همیشه اعداد دونه دونه گفته میشه، یعنی مثل فارسی نیستش که بگی 0912 بلا بلا بلا. پس دونه دونه میگیم، و اینکه اگر صفر توی شماره تماس ها دیدید او خونده میشه به جای 0. خب پس what is your phone number؟ It's 0901. و نکته آخر راجع به ماه تولدت هستش. ازت میپرسن که تولدت کیه؟ When is your birthday؟ When is your birthday؟ و تو در جواب میگی که تولد من مثلا در فلان تایم هستش. My birthday is on July 22nd. فقط دقت کنید که تو انگلیسی ما اول ماهو میگیم و بعد عدد رو.